سلام رفقا، چطورید؟ عرض ارادت، خوش اومدید به چنل میلاد ترپ. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. سلام، نیلوفر سادات علوی هستم از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی و جد بزرگم میشه امام جعفر صادق. عید قدیر خان و همه هد نمیخوره عزیزم و شیعیان تبریک میگم. این روز برای ما سید روز فرخنده و مبارکیه. انشالله زندگی به خاطر همین سبز خیر و پوشیدی. برکت باشه. عزیزم دامنم نداری، دست به دامنت بشیم شفا بگیریم. کامنت گذاشته من موسی کاظم هستم، مامانم میگه این فامیل ما نیست، دروغ میگه. Would you rather have us or this BMW M4 competition? اصلا نذاشت سوالش تموم بشه. You don't want us? But دمت she's light گرم. skinned. And she's Asian. Fine, take the واقعا car. نمیشه از BMW گذشت. حالا تو هی اشوه بیا، اصلا اون ماشین یه چیز دیگه است. مادر 35 ساله، دختر 25 ساله. 35 منهای 25 10 سالگی بچه دار شده. او زنگ زد 110. صدای اردک در میره، صدای گربه. ملت چه هنرهایی دارن عزیزم. اون سوراخ یک کارایی دیگه داره، لطفاً یکی کاربردشو بهش بگه. اگه ناغافل پاتون بره روی میخ کثیف ممکنه کزاز بگیرین و سقط شین. پس چیکار میکنین؟ ابتدا یه چکش میارین و به میخ ضربه میزنین تا از چوب خارجش کنین. تو مرحله بعدی هم با میخ کثیف رو از داخل چوب خارج میکنین و تمام. فقط کافیه که میخ تمیز رو جایگزین کنین و با چکش چند تا ضربه بهش بزنین. دیگه نیاز نیست نگران کزاز گرفتن با میخ کثیف باشین. برو عشق کن. حالا تصور کن مانند تصویر 2 تا تیکه چوب داری و یه پیچ که پیچ گوشتی نمیتونه بازش کنه. چیکار میکنی؟ باید فنی باشی. ابزار کوچیک‌تر، پیچ گوشتی برقی کوچیکو انتخاب میکنی و اون چوبو میزنی کنار و به سادگی پیچتو باز میکنی. یا بس حالا این. برای اینکه جای پیچ و میخای قدیمی رو از روی تخته حذف کنیم بهترین کار اینه که اون قسمتو ببریم. اما برای این کار اول باید امنیت رو رعایت کنیم. پس با یه پیچ جای چوبو سفت میکنیم. تو مرحله بعدم با اره چکشی یا حالا هر array‌ای که دم دستتون بود اون تیکه رو میبری. تموم شد و رفت. خیلی خوب، حالا میتونیم تختمون رو برداریم. فقط پیچو که باز میکنیم متوجه میشیم که یه سوراخ دیگه ایجاد شده. پس دوباره اول از امنیت مطمئن میشیم، با یه پیچ جاشو سفت میکنیم و سپس از اره استفاده میکنیم. اینجوری جای پیچ جدید هم حذف شده و با خیال راحت میتونیم پیچو باز کنیم و تختمون رو برداریم. یکی نوشته افسانه ها میگن هنوز داره جای پیچ قبلی رو حذف میکنه. به نام خدا، محمد رضایی دینانی هستم. اومدیم پارک آلاچیقا، بازار فلافل شاهینشهر. اینجا فلافل عمو بیژنه. فلافل عمو بیژن حاوی امگا 3 برای از بین بردن چین و چروک صورت، درمان روماتیسم، درمان تیروئید، برنزه کردن پوست، لخت شدن مو، تقویت حس بویایی. فلافل عمو بیژن حاوی اورولوژی برای درمان پروستات، کبد چرب، از بین بردن موهای زائد، درمان شب ادراری بچه‌ها. فلافل عمو بیژن حاوی 30 گرم برای ناهنجاری جنین، درمان ناباروری، ازدواج مجدد، از بین بردن شوهر، خواهر شوهر، مادر شوهر، پدر شوهر. استاپ. وقتی چک داری. فلافل عمو بیژن برای تغییر رنگ چشم، تنظیم ارتفاع بینی، تنظیم ارتفاع برای بینی، اختلالات کلیوی، از بین بردن سنگ کلیه، آرتروز زانو، کمردرد، پادر. حتما تشریف بیارید. دارای ویتامین K برای خوزک پا، ویتامین B برای درمان بواسیر، ویتامین K برای خندیدن. لطفاً به سایت ما بیایید. www.چی داد آیا داد آیا نداد حتما میده. چی میده؟ عمو بیژن میده. underline.com. ایول حلالت داداش. صحبت از بیل شد بچه‌ها. یک دوستی داشتم بهش گفتم یه جمله رو که 6 تا بیل داشته باشه. گفت من نمیدونم هابیل بابیل قابیل کشت یا قابیل بابیل هابیل کشت. الان این رفتی به بحثمون داشت؟ رفتی هم نداشت. صحبت بیل شد. اون میگه بیلسا رو با بیل زدن. آقا من بیل رسول مجیدی تموم شد. مشخص شد فن پیشرو جواد خیابانی. پتروسه سوسیس پتروسه. زنگ بزن زیدم بیاد. قربونت بشم عزیزم. زنگ بزن زیدم بیاد. زیدت اینجاست. بیزم
سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. براش آرزوی زنده موندن داریم. دوستش براش تاکسی اینترنتی گرفته به اسم شیرین. اون حالا بله بزنده داشت، باید اعلامش کنی اونو، قشنگ به زبون بیاری. یکی کامنت گذاشته ای کاش شیرین رو نشون میدادید ببینم چقدر طلاست. شیرین جون برو تا شرفتو نبرده. بعده کسب موشه. وای خودشم قندش گرفت. واقعا چه با جنبه است. دمش گرم، خیلی با جنبه. چی کار میکنی عزیزم؟ بیا پایین. وش اللي نقر؟ مرض داری آخه. لا كيف مهمة شوفوا بتموتون. یکی کامنت گذاشته برادر از واقعیت ها با خبر است. واقعیت همینه. همیشه به خدا میگن والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. خیلی دوست دارم بدونم این بچه کجاست. به خاطر این بچه کلی تو سری خوردیم ما. ایرانی کله پا دهنتون سرویس با پیکو رو مینی فرز افتادن به جون کله پاچه. یکی کامنت گذاشته یه کله پاچه با فرزمون نشه. این کامنت خداست. ایران برای آماتورها نیست. هزینه های بیوتی یک دختر قبل مسافرت چقدر میشه؟ اکستنشن موهام 22,800,000 شد. موخورگیری موهامم حدود 800,000 تومان. قسمت جذابش که موجه هم بود 600,000 تومان و ناخونامم 680,000 تومان. 22,800,000. اینجوری که میگی خیلی زیاد به نظر میاد. هزینه های جانبی یک. الو. آره آمادم. نه بابا خیال راحت باشه، فول امکانات همه چی آوردم با خودم. فقط یه شلوارک یه و حوله. شورت با خودت بیار، حالا اونجا با هم استفاده میکنیم. باشه. خیلی دیگه داری بار منو سنگین میکنی ها. باشه سگ خورد با مسواک هم من میارم. باشه ولش کن. خرج چی میخوایم خرج کنیم مگه؟ نه بابا چیپ تو پاک تو راه میخوریم، اونجا هم رسیدیم سوسیس تخم مرغ میزنیم میخوریم دیگه. هم پول بنزین باشه حل داشت. سوسیس تخم مرغ هم نخوردیم میریم تو پارک گدایی میکنیم چیزی پیدا میکنیم ولش کن مهم نیست. فقط من ربط اکستنشن به سفر رو نفهمیدم. تو کامنت ها بهم بگید. که هیچ کس راجبش صحبت نمیکنه سردی رحم و لگن خانم هاست که باعث به هم ریختن عزیزم پایدگیشون تنبلی پشت میشه که با مصرف ژل رویال تا 90% این مشکلات برطرف. نمیفهمم چی داره میگه. همکارانم 3 سال به صورت تخصصی بهترین گرید ژل رویال رو داریم برداشت میکنیم با نتایج درمانی عالی. توی پیجم میبینمتون. اونو بگیر. زنبور داره سوراخ اشتباهی رو میره.
وسط آهنگ خوندن سال تحویل شد. 100 بار استارت لباس قرمز رو دیدم. کامنت ها رو اینقدر هماهنگی هم خوب نیست. منظورش چیه؟ یه دقیقه صبر کن. چیکار داری؟ یهو بهش نازل شد. اقرا بخوان. امیدوارم که لذت برده باشید. یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید. اون زنگوله هم بذارید روی آل که هر موقع ویدیو میذارم براتون نوتیفیکیشن بیاد. اگر سابسکرایب کردید حتما دوباره چک کنید ببینید سابسکرایبتون نپریده باشه. یه ویدیو دیگه هم این بالا بهتون یوتیوب پیشنهاد میده. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدافظ.